پوشان و شغنانم از عشق شما هارانم. یک گروه خاموش شد. درباره اون گروه میتونستید مثلا بگویید که چرا این خیل شد، برای چی؟ میگید که در زندگی از همه چیزی وزنین چی رو میشمورید؟ خدا شیرین من به تو من بیمارم، من که فراد تویم شب و روز بخوابم. براو براو. به اینم نمیشود. ما نیت داریم، کار میکنیم، برنامه توی اونم تیار میکنیم انشالله. خیلی به توی نمیشد، به رقص نمیشود. ایار قمر سیما ایار پری روزا، آواز تو جان افزا تا روز مشین اسبا. ایار قمر سیما ایار پری روزا، آواز تو جان افزا تا روز مشین اسبا. Прямо сейчас. Живая среда. سلام و درود میگیم با کل یکاتون عزیزان دل. امیدوار هستم که همه شما صحت و سلامت خوب هستید. البته من فکر میکنم که امروز شما به نهایت منتظر بودید این شو برنامه محیط زنده رو از رادیو نو و اینک آغاز میشود. امیدوار هستم که تابی بولیده دارید. امیدوار هستم که منتظر بودید این روز رو، روز 20 ینوری 2026 الکی سال 2026 است. ما اولین بار باز هم پیوست میشویم با این قسمت، با قسمت محیط زنده از رادیو نو. سرپرست کل شرکت موبیلی تیسل نقطه دسترس به دنیای رقمی. و همزمان توجه میکنیم به اون نفرانی که این زمان ما رو دیده ایستادن در یوتیوب کانال رادیو نو. و ما شما سلام و اینک بیاید اکنون گزارش میکنیم به اون لحظه هایی که ما منتظر بودیم. مهمانی نوبتی ما، برادر عزیز ما، برادری که واقعا چندین سال است که با هم هستیم و برای اول از ما رو پرو میشویم در برنامه. نظر عثمانی بام 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 بام. اینجا باید موسیقی میشد با طور زنده. و نظر سلام علیکم. السلام علیکم. چطور شما؟ نزدیکتر با میکروفون تا اینکه صدای شما باز هم خوبتر و بهتر برسد با تمام شنونده های رادیو نو. چون نظر اصلا یک عادت دارد شنوندگان و بینندگان عزیز که خیلی بچه با تمکین است در اصل، اما این زمان اون با تمکینیش با ما به کار نمی رود. نه باید شوخی کنیم، بخندیم، مجبور شدیم که نظر باید گپ زند و خیلی صدای پست خود را در وقت صحبت پیشنهاد میکند، اما در هنگام سرود خواندن دیگر نمیگوید که این همون نظری هست که هست. بیاید پیشکی تعریف نکنیم و این رو ما طریق مستقیم از موج 95.5 فیلم یعنی که اون نفرانی که آنلاین هستید گوش کرده شده در دل گوشه و کنار دنیا با همه شما سلام میگویم البته الهیده. و ما نظر را حتما میشنویم با تحفه های خویش در آغاز سال 2026 در محیط زنده به طور زنده از رادیو نو. همه خیل ایتان تو من گپ زدم. های سلام علیکم. سلام گرم صمیمی خود رو به همه شنوندگان رادیوی نو میرسونم. امروز خیلی خوشحالم که در مهمانی برنامه محیط زنده و در اطراف راوی محبوب دایری سلامت باشید با ما باشید. این لحظه های زیبای موسیقی و صحبت های صمیمی ایجاد می نماییم و البته با همه سوال های جدید و مخلصان جواب میتیم. بهترین و البته شما را بار دیگر خوش آمدید بگیم بر رادیو نو و امیدوار هستم که یک برنامه خوب میشود. لیکن در هنگام برنامه خوب شدن میدونید چی مهم است؟ نسترینی چه خیلی است؟ تا بولیده است. همه زور. پس ما الکی گفتیم که ادامه میدیم صحبت رو و اولین
савол мо ҳамин буд ки настроение бошад. Пас настроение бошад, биед мо гапро ба дароза намекашем, чун тамоми бинандаҳои YouTube канал ва тамоми шунавандаҳои радиои нав дар баробари ин қадар масалан мушкилие ки техникие ки доштем то ин лаҳза бесаброна мунтазир ҳастанд ва агар ки омода бошем аз суруди аввалин шурӯъ мекунем. Суруди аввал чӣ ном дорад? суруди аввал бо суруди ҳамватан сар мекунем. ҳамватан, албатта дӯстони азиз, мо ҳама ҳамватан ҳастем ва назар ҳам аз ҳамватан шурӯъ мекунад дар соли 2026 чун 35-солагии ватани азизамон аст. Бисёр ҳам ба маврид аст ва дар ин оғози соли нав чун шурӯъ кунем аз ҳамватан. Пас биед шунавандагони азиз, суруди ҳамватан пешниҳоди шумо мешавад таҳти сарояндаи бисёр ҳам хушсадо, ҷавон ва умедбахш Назар Усмонӣ аз шоу барномаи муҳити зинда аз радиои нав ба тарзи зинда рафтем якҷоя гӯш мекунем ва ҳаловат мебарем. ман аз рӯшону шуғнонам аз ишкошаму ҳаронам ман аз вахони бостонам боними манзида бозам ба бартанг ришта пайвандам ман аз ин ришта хурсандам бихӯрдам оби барушо манам дилдодаи рӯшо манам дилдодаи рӯшо بانیم سبی سمرقندم بارش تو سوخت عمرنگم که خطلان افتخار ماست بخارا هم دیاری ماست بخارا هم دیاری نگویم گر من از مرغاب دو چشمم میشود برا گذر از شاخ دره دارم از او من پیکره دارم از او من پیکره دارم من از روشان شغنانم از اشکاشم و غارانم من از وخان باستانم بانیم منزی دروازم به شغنان میل پیوندم تبار و خش و پیوندم به خاروق دل به پیوندم مدام گویم به سوگندم آی مدام گویم به سوگندم من از روشان شغنانم از اشکاشم و غارانم من از وخان باستانم بانیم من زی دروازم بانیم من زی دروازم بانیم من زی دروازم Браво!
و انا این دیگر گپ انا این تاب بولیده رو تصدیق میکند که واقعا هم تاب بولیده است و واقعا هم فکر میکنم که الکه همه آیسته آیسته در برابر اونه که ما هم رقص کردیم، ما هم خورسندی کردیم، ما هم حلاوت بردیم. در این برابر من فکر میکنم که همه استراحت کردن، همه حلاوت بردن و اینک این آغازی کار است. شنوندگان عزیز، شما نیز بپیوندید به موج رادیوی نو، خاطر رسان میکنید 95 فیلم. خب بیاید اکنون ما میگذاریم به قسمتی سوالباران قناتیاری و شنونده ها. به قسمت سوالباران میگذاریم. سوال ها از طرف شنونده ها نیز خیلی زیاد هستند، از طرف مخصوصا مخلصان نظر خیلی زیاد هستند. ما شنوندگان عزیز، نفرانی که خیلی سوال ها پیشنهاد کردید به ما، از بین اونها باز انتخاب کردیم سوال ها رو و شما نیز این زمان امکانیت دارید باز هم پیامک های خویش رو در تلگرام بنویسید 55 00 55 955. این تلگرام کانال ما است. البته طریق تلگرام شما میتونید پیامک خویش را بنویسید تا اینکه ما سوال‌های بهتر و خوبتر و کوشش میکنیم همه سوال‌های شما رو به نظر داده باشیم. نظر جان، اینجا من یک چیز رو میخواستم بفهمم که نظر خودش از اویله صنعتکار است یا اینکه از دیگر اویله است و یعنی یکی همین خیل شوق پیدا شد و شما آغاز کردید و از کدام دور این دنیای موسیقی به شما وارد شد؟ خیلی البته از اویله صنعتکار هستم. بابا صنعتکار بود. ای کودکی شوق داشتیم، ای خود کودکی به موسیقی و شوق داشتیم، آواز داشتیم تو آزرم. یعنی از این برمیاد که نظر از کودکی شوق و هوس موسیقی داشت، نه؟ تو جایی که من میدونم نظر وقتی که اولین مراتب صحنه برآمدن کدام سال ها بود؟ مثلا در مکتب یا اینکه در کجا؟ اولین مراتب راستی گپ فراموش کردم. سالهای 2011 بود، 12. یعنی در زمان الکای دانشجو بودید. خب بهترین و وقتی که در سالهای 11-12 تقریبا بگوییم که 13 سال 14 سال قبل، نه؟ شما یک گروه داشتید با نام پنجلاین که مثلا در این گروه بسیاری از بچهای جوان جمع شده بودن. یک تیم بسیار هم پرقوت هم بود در سالهایی که مثلا همون 11 سال 12 بعد ایسا مثلا این تیم این گروه بسیار هم محبوبیت خیش رو پیدا کرد در بین مردم. در سالهای اگر خطا نکنم مثلا من از سال 2015 لکه این گروه رو میشناختم. خب تو مثلا 15 16 17 یک گروه خاموش شد. درباره این گروه میتونستید مثلا بگویید که چرا این خیل شد، برای چی و خیلی من نمیگم که گروه وای شد. گروه بودم خیلی وقت شد که خیلی اول سر کردیم سالوی 2015 بود 16 بود. بله. کردیم بچه ها جمع شدیم، بچه ها یاش بودیم، همین گروه تشکیل کردیم، مشق کردیم. خیلی آسته خیلی شد کوشش کردیم. سرودی یکم با نام لیلا بود. سرود لیلا امروز پیشنهادی ما میشود یا اینکه نه؟ میشود. بهترین. پس رفتیم سرود دوست داشتنی من. همین خیلی شده که اما طرف موزیکانت ها رفتن سو کم ترک پاوزه شده. بهرحال هستیم ما هستیم یگان جا نمیرویم. بهترین. خب همچنین در این برابر این با فکر نظر همین مدت خاموشی که داشتید مثلا، چون میبینم که بچه‌ها هم بچهای سن سالشون تا جای بگیم که به مانند ما جوان هستند، یگان سن سال بالایی نیستند اما تجربه گرفتند. مثلا این گروه از اون گروهی که من میدونم از اون گروه نیستند. این بچهای نو هستند، یعنی در پهلوی تو و تشکر میکنیم البته چون به موسیقی و عموما سراینده به شما بگیم هیچ چیز است. این اصلا مهم همین است. سهم شما برای رشد یک صنعتکار بسیار مهم است و تشکر میکنم به هر یک کدام شما. البته نه بس در صورت شما تمام اون یعنی نوازنده هایی که بگوییم که پشت هر یک سراینده هستند و همه وقت کوشش میکنند که اون سراینده صدایش خوب شود، آهنگش خوب شود، باز در هنگام زنده پیشنهاد کردن این کاری به قول بابویامون که اندک مندک نیست بچم. برای همین تشکر به شما.
اینک بیاد گزارش میکنیم شنوندگان عزیز ما با قسمت سرود نوبتی میگذاریم. سرود نوبتی با کدام سرود میشود؟ نگو لیلا. سرود نوبتی لیلا. پس دوستان عزیز اول وای ثبت کردیم، اول گروه بانو سرود وای کردیم، برو اومدیم این هم سرود های بهترین سرود لیلا رو من نقش آفری کردم در اون سرود به همون خاطر چون که برایم خیلی پسند بود. پس سرود لیلا در خدمت ما و شما پیشنهاد میکنیم از موج 95.5 FM با طور زنده از رادیوی نو. پس رفتیم گوش میکنیم شنوندگان عزیز، یک جایی میسرایم حلاوت میبریم.
сурудро аз аввал то охираш ҳамроҳи Назар ман хондам. Ман садои бисёр ҳам зебо дорам, бисёр гӯшшунӣ дорам, аммо вақте ки масалан ман месароям, Назар бояд бас кунад хонданро. Ба ҳамон хотир ман кӯшиш кардам ки баъд аз Назар бихонам. Дуруст аст Берӯзҷон? Пас Назар, инак акнун вақти он расид ки мо барои шумо пеш аз оне ки дигар суолҳои шунавандаҳоро бароятон пешниҳод кунем, якчанд суолҳои коғазпеч ба қавли дигар барои шумо пешниҳод мешавад. Ҳамагӣ 10 суол аст, яъне ин ном дорад ин ё он. خب یکی رو باید انتخاب کنیم. اگر که آماده باشید ما شروع کنیم از زمین. آماده هستیم؟ پس رفتیم. شنوندگان عزیز این یا آن برای نظر عثمانی پیشنهاد شما می شود. یکم همین است نظر. سوال یا اینکه جواب؟ جواب. عاشقانه یا مضحکه؟ عاشقانه. پدزن عاشق شدگی چی بلا. با فکرم ینگه گوش نکرده ایستاده است چی؟ ماجی 95 FM رادیوی نه ولیو. خب گیتار یا اینکه پیانینه؟ گیتار. خب کنسرتی کلون یا اینکه کلیپی میخواسته اتون؟ کنسرتی کلون ها؟ خب اینک سرودی جاز یا اینکه تویونه؟ جاز. چرا نه جاز؟ خب اکنون بیت کمی هم باشد با قسمت دیگر میگذاریم. دویت یا سولو؟ سولو. چرا سولو؟ بسیارتر سولو. بسیارتر سولو. دویت ندارم. بهترین. خب کنسرت در خارجه یا اینکه در وطن؟ در خارجه. در خارجه. پس اکنون میگذاریم با قسمت خوراکه ها ببینیم که نظر چی را دوست می‌دارد. نظر خودک یا اینکه برگر؟ برگر. چای یا قهوه؟ قهوه. آش یا قروتاب؟ هر دویش. قروتاب بهترین. خوراک در خانه یا اینکه در آشخانه؟ در خانه. پس آخرین برای شما سوال همین است که 1 میلیون مخلص یا اینکه 1 میلیون سامان؟ 1 میلیون مخلص. واو براو. و اینک اکنون ما گزارش میکنیم به قسمت سوالهایی که در اینجا پیشنهاد شما بشود. یک شنونده می نویسد که نظر رو خوش آمدید میگید و تمامی مهمانان رو در عموم بر رادیو نو خوش آمدید گفته است و میگید که من میدونید حیران میشم دا بسیار شنونده فقط همین یک از سوالهای بیه معمولی برای شنونده شده است که عائله شما به کسبتان رشک نمیکند؟ خب نه چخل نه با یک کوتاه جواب دادن از شنونده رادیوی نو و از قندیل تویرف خلاص نمیشوی. چند بار جنگ شدگید؟ چند بار جنگ شدگید؟ درستش رو گید؟ چند بار جنگ شدگید؟ خیلی وقتا بوده در سال 1952 یکان مرتبه جنگ شدگید راستش رو بگید از پشت صحنه به این نمیشود. بهترین شنوندگان عزیز همین گونه. اما به هر حال رشک هست، لیکن فکر میکنم این رشک تو اندازه هست که بازم کمک رسان میشود. نه کمک رسان عائله است. پشت هر یک رشد ساحه صنعت این عائله می ایستد. اگر که عائله شما رو دستگیری نکند، اگر که عائله پشت شما نباشد، هیچ وقت کار ایجادی یعنی نمیشود. پس از این برمیاد که مثلا نظر زمانی که یک مدت خاموشی رو انتخاب کرد، من برای شما میگویم که این در هنگام شد که این زمان نظر عائله دار شد و نظر صاحب فرزند شد و نظر بعضا موفقیت ها رو در عائله به دست آورد. این کاری آسان است. پس عائله او رو مجبور کرد که بازم آغاز کند و بازم بر بگردد به قسمت موسیقی. درست؟ و اینک سوال دیگر از طرف شنونده ها هستند. خیلی سوال ها زیاد شده ایستادند. 5500 55955 میتوانید که شما پیامک های خویش رو بنویسید و سوال های دیگری شما رو اینجا منتظر هم هستیم البته. و همزمان یک نفر دیگر می نویسد که بجز سرایندگی باز یگان کاری ایلاوگی دارید؟ به بیزنس نمی شود؟ خب
کم کم با تجارت وای داریم کار و بار داریم زندگی را بردن در کار صغیره تجارتی بهترین. یعنی در برابر این بعضا تجارت های دیگر هم هست. تجارت ها مخفی است مخفی و یک سوال از طرف من با فکر شما مثلا سالهای 2011 12 آغاز کردید تا فرض کردیم 10 سال پیش 10 سال پیش شما در ساحه موسیقی بودید و البته که در کجایی که بودید نبودید خاموشیایی که مثلا اختیار کردید 100% نبود. من میدیدم که مثلا یک وقت یک سرود ایجاد میکردید یک وقت یک کار دیگر میکردید و یک مدت با پورگی مثلا خاموشی رو اختیار میکردید. با فکر شما ساحه موسیقی تاجیک در دوام 10 سال تا کدام اندازه پیش رفت یا اینکه برعکس همچون یک جوانی که مثلا در این ساحه باز برگشتید و چی چیز مثلا شما رو مجبور کرد که برگشتید به این ساحه؟ چی تغییرات ها دیدید در این ساحه؟ چی خوبی ها و چی فرقیت ها خلاص میخوام از شما بفهمم. البته موسیقی در تاجیکستان خیلی پیش رفت. ما البته یک مدت 7 سال ای وطن دور بودیم تماشا میکردیم در شبکه‌های و اینترنتی دیدیم که خیلی پیش رفت موسیقی های با خیلی با میروای به سطح جهانی بر اومدن و کم ترک نزدیک شده ایستاده است. ما هم البته در قلبمون همیشه موسیقی بود. ما هم همیشه کوشش کردیم که با وطن برگردیم و موسیقی خود رو با ایسر دوام تیم سر کنیم. خلاص دیگه از روی یعنی از این برمیاد که تغییرات موسیقی شما رو مجبور کرد که بازم بر بگردید و ادامه بدید. خب دوستان عزیز با همین اکنون ما بیایید گزارش میکنیم با قسمت توفای نوبتی نظر ببینیم که نظر چگونه سرود نوبتیش رو برای ما پیشنهاد میکند. کدام سرود است نظر؟ سرود با نام جان شیرین. جان شیرین البته همه میدونن بله مرزا ترسانزاده است. خیلی آهنگ از خودمون از علی گروه انشالله پیشکش می‌فرستیم. خب دوستان عزیز سرود جان شیرین یعنی همون مصرع‌های شعری که استاد ترسانزاده چندین سال پیش برای ما و شما نوشته بودن و این شعری که واقعا مردمی است در تمام هر یک خرد و کلان این شعر رو میدوند. بیاد به طرز زنده و من اولین مرتبه مثلا موسیقی یعنی این شعر رو به طور سراییدن از طرف سراینده ها تنها از نظر دیدم و اولین مرتبه که من گوش کردم برایم پسند شده بود. شما در رادیوی نو هم دیدید و برآمدی مثلا در سرود نو در جایزه سپاری که نظر با این سرود جایزه خیش رو به دست آورد و در این موضوع بعدتر صحبت خواهیم کرد. اما ما عین زمان به طور زنده از محیط زنده از رادیوی نو تحت سرپرستی شرکت موبیلیتی سل پیشنهاد شما میکنیم. رفتیم جان شیرین از نظر عثمانی در رادیوی نو. جان شیرین این قدر جنگم مکن این قدر بهوده دلتنگم مکن گشته گشته از سفر باز آمدم سر نزد و پرواز آمدم جان شیرین این قدر جنگم مکن این قدر
باز آمدم. براو البته دوستان عزیز زنمین گونه سرودیم جان شیرین با شعر استاد میرزا ترسونزاده بخوانم پیشنهاد ما و شما شد از طرف نظر جان برادر عزیز ما و ما باشد این را به طور زنده پیشنهاد شما کردیم که میگند که این کاری هر کس نیست. پس دوستان عزیز ادامه دارد شو برنامه محیط زنده از رادیوی نو و ما باشد گزارش میکنیم با قسمت باز هم سوال باران از طرف خانم طاهره و شنونده های عزیز. خب بیاید اکنون ما سوال نوبتی رو برای شما پیشنهاد کنیم که در اینجا یک نفر نوشته است که پام 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 میگه که در زندگی از همه چیزی وزنین چی رو میشمرید؟ واو یعنی از همه چیزی وزنی در زندگی سنگ و چوب و خیلی رو در نظر نداریم. ما مثلا شنونده ها فکر میکنم که زندگی بسیار پستی و بلندی ها و وزنی های خوش داره. شاید این رو در نظر داشته باشن نمیدونم. از همه چیزی وزنی یعنی چی؟ سلامتی ساز باشد دیگه همش گذرنده است. همش میگذرده. مهم سلامتی است. چیز من اویلا در همه حال اولاد در همه جا سلامتی باشد. در گروه در همه کارمون سلامتی یکم باید سلامتی باشد. درست است و اینم واقعا هم اندیشه نظر عثمانی است. یعنی وقتی که سلامتی نباشد دیگر انسان یگان کاری رو کردن نمیتواند. بله سلامتی از همه چیز وزین و از همه چیز قیمت ترین است. با فکرم نظر در تکیه همین سوال شنونده ما میخواستم یک سوال دیگر من پیشنهاد کنم که در زندگی مثلا روز شده است که شما یعنی با همون احوال گرفتار شده باشید که بگوید که من در ساحه من در نظر دارم که بگوید که من دیگر موسیقی یا اینکه من سرود نمیسرایم و همین ساحه موسیقی و ساحه صنعت رو با پرگی ترک میکنم. همین گونه وضعیت بود یگان مراتب در زندگی؟ نبود. در یگان مشکلی ها نبود. سبب چی شد نباشد که شما خاموش شدید یک مدت؟ خیلی سبب ای وطن دور بودیم. در ای وطن روسیه بودیم چند سال بود. در قزاقستان بودیم. در اون طرف کم ترک خیلی امکانیت نبود. با زبان تاجیکی سرود داشتیم، با زبان بدخشانی داشتیم. طلبات نبود در اون وقت. با گروه داشتیم، ما با طور زنده وای کردیم، عادت کردیم. گروه که کم ترک ایسو بچه ها رفتن دیگه امکانیت نشد که مثال یگان کلیپ کنیم، یگان سرود ثبت کنیم. خیلی کم ترک همین خیلی پاوزه شد. با خدا با شکر هستیم با سرودهای پیش. گروهی نو هست به یگان خواطری بچه ها هستند و من فکر میکنم که این مشکلی دیگر در زندگی نظر ایجاد نمیشود. یکوش که ایجاد نشود و چون این موسیقی که این زمان مثلا پیشکشی ما گردانیدید و خیلی هم از نگاه مضمون، هم از نگاه موسیقی، هم از نگاه صدا فکر میکنم که در سطح بسیار هم خوب قرار دارند و این هواداران خودشون رو پیدا میکنند و این وظیفه مثلا اساسی نظر هست و اهل گروه هستند که باید کاری کنند که مثلا این صنعت، این موسیقی، این سبک اصلا مهم. چون مناظر مسئله سبک بالاتر یعنی باید بگویم وقتی آن رسید که ما درباره سبک گپ زدیم بعداً برایت پیشنهاد کنم این سوال رو. این سبک هست که باید یعنی رشد کند، باید قدم به قدم پیش برود و مردم این شب و روزا طلباتشان خیلی زیاد است. این سبک از کجا پیدا شد نظر؟ سبک نمیدونم. سبک و فکرم ای طرف مخلص و ای طرف شنونده و معلوم میشه که ما سبک خود داریم و نداریم. ما همین خیلی خونده هستیم. یعنی کسی با تو توصیه داد یا اینکه خودت همین مثلا راه رو انتخاب کردی؟ نظر چرا این شب و روزها مثلا بسیاری از سراینده های ما هستند که فقط هدفشون تویگردی است، نه؟ مثلا سرودای تویانه، سرودای رقصی خیلی زیاد میسرایند و این گونه من زیاد دیدم
زیاد مثلا بچه‌ها را میدونم که هدف اساسیشون یک چیز است، باید توی بگردیم. چرا در زندگی خودت مثلا در موسیقی خودت هدف اساسی رو توی نموندی؟ چرا؟ سوال جالب. خی راستی گپ همین سبک رو انتخاب کردم، با همین سبک نمیشود توی گشته. با همین سبک طلبات در توی نمیشود، لیکن به اینم نمیشود. ما نیت داریم، کار میکنیم، برنامه توی اونم تیار میکنیم. انشالله خیلی به توی نمیشود، به رقص نمیشود. بله. پس دارن سرودای آرام داریم، سرودای مثل جاز داریم، سرودای راک داریم، بلوز، لیکن سرودای ملی، سرودای تویانه، سرودای جزمی البته باید بود. میدونید چی نظر؟ من یک مصلحت میدیم برای شما که کوشش کنید تا اینکه چارابینی های این شب و روزها مثلا نسل نورس خیلی نگاهی زیرک دارد، خیلی مثلا نسل نورس از نگاهی بگویم که زمانه اونقدر به مانند ما قفا نمانده است، نه نگاهی نو دارد و سبکی نو رو میخواهد و این سبکی شما من فکر میکنم که یک سبکی نو است و ما وظیفه نظر رو معین میکنیم در محیط زنده این است که کوشش نماید که به همین سبکی خیش توانسته باشد جوانان رو به خودش جلب کند و توی ها، چارابینی ها و معرکه هایی که مثلا با اشتراک نظر میگذارد بازم یک شکوه و شهامت خاصی خودش رو به مانند سبکش داشته باشد. من فکر میکنم این خوبتر است از آنه که ما طرفی مثلا اون نفرانی که فقط برای توی میخواهند بنوازند و بخوانند، ما طرفی اونها نرویم بلکه مردم طرفی ما بیاید. پس این هدف حتما هدفی است که باید برسیم. از این برمیاد که ما نوبت اون رسید که سرود نو را برای شنونده ها پیشنهاد کنیم، اما در برابر اونه که مثلا ما روزهای وزنی رو صحبت کردیم، فکر میکنم بیاد برای شنونده ها همین سوال رو نیز پیشنهاد کنیم، با فکرم خوبتر میشود چون الکی یک سرود دیگر داریم. من نظر از روی نقشه بله یک سرود دیگر داریم. پس روزی زیقی و از همون خاطره های وزنی صحبت کردیم. از همه روز یکی در زندگیتون خرسندترین روز مثلا هست، هر یک انسان دارد که یگان روزی هست که هیچگاه فراموش نمیکنی در دلت، نه همون روز کدام روز بود؟ روزی خرسندی تو بود همه روزی تو خرسندی است. با خدا همه روز خرسندی میشد، همه وقت خرسند باشید. یگان روزی هست مثلا همه روز معمولی است. من امروز خرسندم که با تو هستم، لیکن از این خرسندی تر رو در زندگی هم دیدم. میدونید این رو در نظر دارم که هست یگان روزی که در خاطره باقی مانده است که فراموش نمیکنی اون روز رو. نمیدونم درباره چی بگم. بسیار است نه؟ بسیار از خرسندی و بسیار هم بسیار بودن روزهای خرسندی. خیلی برای همین گفته استم که بگذار هر روز خرسند باشه بهترین و بگذار که همین گونه باشد و هر روز خرسند باشیم، هر روز خوشنود باشیم و این لحظه ها سرود نوبتی رو برای شما پیشنهاد میکنیم. چی نام دارد نام سرود؟ سرود با نام قمر سیما. سرود قمر سیما برای شما پیشنهاد میشه شنوندگان عزیز و اینک با طور زنده در محیط زنده از رادیو نو بهر تمام مخلصان یوتیوب کانال هم پیشنهاد میکنیم. رفتیم. سیما ایار پری رخزا آواز تو جان افزا کاروز مشین اسما ایار قمر سیما ایار پری رخزا آواز تو جان افزا کاروز مشین اسما هپا
افزا آواز تو جان افزا تا روز ماشین است با ایام قمر سیما ایام پری رخسار آواز تو جان افزا تا روز ماشین است با تا روز ماشین است با از کف دستاید نیازدم مستاید با نیام پستاید تا روز ماشین است با دف از کف دستاید نیازدم مستاید با نیام پستاید تا روز ماشین است با ایار قمر سیما ایار پری رخسار آواز تو جان افزا تا روز ماشین است با ایار قمر سیما ایار پری رخسار آواز تو جان افزا تا روز ماشین است با браво ва албатта ки садоятон хаста набошад мегӯем Назарҷон ва инак дӯстони азиз акнун идома дорад муҳити зинда аз радиои нав ва хотиррасон мекунем ки сарпарасти ин шоу ширкати мобилии TCL нуқтаи дастрас ба дунёи рақамӣ. Албатта ман тавсия медиҳам ки ҳама вақт бо TCL бимонед, чунки TCL метавонад дар дилхоҳ ҳолатҳо чи аз тарафи мегабайтҳо, чи аз тарафи масалан суръати 5G аз интернет ва тамоми имкониятҳо, ҳатто тезнет барои хонаҳои шумо масалан тамоми ин имкониятҳоро бароятон фароҳам меорад. Шумо танҳо ва танҳо чӣ кор мекунед? пайваст мешавед бо TCL ҳам дар хонаятон, яъне тариқи интернети хонагӣ ва дар баробари ин албатта Назар аз ту ҳам TCL аста? Аз ту ҳам рақамат TCL аста? Барои ҳамин бо TCL бимонед то ин ки дар муҳити зинда иштирок кунед. Асама ҷанбаси асосӣ ҳамин аст. Назар, бет мо каме ҳам бошад дар бораи нақшаҳои соли 2026 ҳарф бизанем. Чӣ гуна нақшаҳо аст дар соли 2026 моро чӣ интизор аст? наздик ба микрофон, наздик ба микрофон. Сурудои нав албатта ай пеш аст, кор карда истем, иншоалло худохоҳ барои мухлисон пешниҳод мекунем. Мунтазир бошед, бо мо бошед. Мо бо шумоем. суруди нав гуфтед, масалан ягон суруде ки ҳаст айни замон дар навбат омода аст ки ҳадяқал 4 мисраашро барои шунавандаҳо метавонед пешниҳод кунед? Бо гурӯҳ не 4 мисра. Не, бо гурӯҳ не, бо зинда масалан бе мусиқӣ метавонед. Чаро не? Оҳангашро мо як бор бифаҳмем, то кадом андоза мо метавонем интизор шем, бигем Назар ин суруда нахон. мешавад. Во тамом. ای که رویت چو گلو قد تو چون شمشاد است جانم آن لحظه که غمگین تو با شمشاد است ای که رویت چو گلو قد تو چون شمشاد است جانم آن لحظه که غمگین تو با شمشاد است و خدا شیرین من به تو من بیمارم من که فراد تویم شب و روز بخوابم با خدا شیرین من به تو من بیمارم من که فراد تویم شب و روز بخوابم. браво. واقعا هم طرز زنده سرودی نو بسیار هم سرودی خوب از این برمیاد که احساس نظر نیت دارد که ها با توی ها برود. نه برای والس بسیار هم موسیقی خوب است من فکر میکنم، چون از نگاه مضمون هم از نگاه موسیقی هم از نگاه من در عموم بسیار هم سرودی خوب برای من پسند شد و ما منتظر هستیم شکل پورش را حتما که در رادیو اینا شنونده ها میشنوم و در یوتیوب بیمو البته که خواهند دید طوری ویدیو کلیپش را. خب باز هم در اخیر البته ما توجه میکنیم به مهمون نوبتی. چی تمنی دارید برای شنونده ها، برای بیننده های یوتیوب کانال؟ مرحمت بازم امکانیت به شما و چون اخیر است وقت دیگر به ما اجازه نمیدید باشد خانه تعریف با نظر میتونه تا بگو صحبت کنه. خیلی تمنیات برای همه شنوندگان و برای همه مخلصان. اول بار دیگر سلامتی خواهانم و منتظر باشید. ما بعد از گیرای شما سرودهای نو تیار میکنیم
انشالله همیشه با رادیو اینا باشید. سلامت باشید. دیگه باقی تا دیدن. زنده باشید، سلامت باشید. تشکر میگیم به شما نظر جان برای دعوت ما رو قبول کردن، آمدن بر رادیو اینا و بگذار که همه وقت همین سبکی که ما دربارش زیاد صحبت کردیم، بگذار که کاری ایجادیتان، بگذار که اون آرزوهایی که در قلب شما است، اون تمنیات‌هایی که می‌خواهید نسبت خودتان و نسبت تمام مردم تاجیکستان و اون هنرهایی که می‌خواهید بالای اکران بیارید، در سال 2026 این آرزوهایتان از می‌خواسته‌تان زیادتر عملی بشود. همه وقت رادیو اینا پشت شما است، همه وقت رادیو اینا تلاش می‌کند تا اینکه این گونه مثلا کادر، این گونه نفری که می‌خواهد یک کاری خوبی رو برای موسیقی تاجیک، برای مردم تاجیک، برای مردم دنیا بکند، ما هم وقت آماده هستیم برای در پشت شما بودن. خب البته شنوندگان ما نیز بیچون و چرا آماده هستند. بعد از محیط زنده فکر میکنم که بازم زیادتر میشود هواداران نظر به خاطر آنه که ما خوبتر و بهتر موسیقی بهتر رو از شما بشنویم. خوش آمدید بار دیگر و با همین شنوندگان عزیز تشکر میگیم که دوام یک ساعت ما رو همراهی کردید. بار دیگر عذر میخوایم به خاطر باز هم مشکلی های تکنیکی و ما خیر خوش میکنیم. با یوتیوب کانال هم خیر میگوییم، خیره که همگی بعد از چند روز باز هم وا میخوریم با مهمانی نوبتی. هر نفری رو که میخواهید اگر ببینید در رادیو اینا، شما میتونید که در کامنتاری ها با ما بنویسید، پیشنهاد بکنید تا اینکه ما برای شما البته مهمون های نوبتی رو با خواهش شما پیشنهاد کرده باشیم و دعوت کرده باشیم در برنامه محیط زنده. اینک اونهایی که در راه هستید روی سفید، نفرانی که در خانه هستید استراحتی با فراغت و اونهایی که در جای کار هستید برای کار رو کامیابی نصیبتون باشد. قندیل طاهری بودم پهلوی یکایک شما و محیط زنده بود از رادیو اینا و طرز زنده در مهمونی نظر عثمانی، سرپرست کل شرکت موبیلی تیسل نقطه دسترس با دنیای رقمی. خیر، خدا نگهبانتون باشد. با رادیو اینا بمونید، ما باشد باش ما خیر خوش میکنیم تا فردا صبح. خدا نگهبانتون.